ساکنی جماعت دهاتی به نام میرزا تورسونزاده شهر حصار یگیتالی مددقلوف 1 هکتار زمین خوجگی دهقانی و زمین نزد حولگی خود را ثمراناک استفاده نموده در یک سال از آن 2-3 حاصل به دست می‌آورد. میگوید که امسال در زمین‌ها کارتوشکا، پیاز و سبزی، پمیدور و بودرین کش نموده است که عین حال پرورش آن خوب به راه مانده شده است. خوجگی دهقانی به نام مدد برای تامین امنیت آذوقه‌واری کوشش میکنیم که همین ما هم حصه خدا گذارانیم. 4 سمدار قطع همین روزگارشان آباد، زمین اگر فریب نمیکنیم زمین ثمرش میتیه. نزد حولگی خودمان هم ثمراناک استفاده میبریم. اونجا هم حاصل برای خودمان کارتوشکا، پیاز من چیز نگون کوریده برای همین زیادش با بازار میبریم. برای حاصل نقد گرفتن اول همین زمین فریب کردن در کار نیست. زمین قطعی همین گاب زدن در کار. زمین وقتش شدگار کردن در کار، وقتش داروی مینرالیش دادن در کار، چابک و همین کارکرد تکنیکی مهنت کردن در کار. شغل اساسی مردم اینجا کشاورزی بوده. همسالک دهقانان تمام نمود زراعت‌های کشاورزی را کشت می‌نمایند. دهقانان خوجگی‌های خرد و بزرگ این گوشه وطن کوشش می‌نمایند که بهره پر کردن امنیت آذوقه‌واری کشور سهمگذار باشند. طبق دورنما در خوجگی دهقانی حدود جماعت چی پخته و چی کارتوشکا و چی غله‌دانگی دیگر همه چی مونده از طرف کشاورزی حکومت برای مونده شده است که ما کار فلک کردیم. تا این جانب تا همین روز ما 54 هکتار کارتوشکای تیرمایی کش کردیم. غله‌دانه ما باشد 170 هکتار بود، این هم به اجرا رساندیم. عین حال تمام کشت کار با انجام رسانده کار کرده شدیم و چی در خوجگی و در زمین‌های نزد حولگی حدود خانه‌های استقامتی باشد یگان سوتیق زمین خالی نیست. همه مردم ثمراناک استفاده می‌برند. همه دهقان‌های حدود خوجگی دهقانی ما، سرداران خوجگی دهقانی حدود جماعت کوشش می‌کنند بازارهای چی شهر حصار چی شهر دوشنبه را با محصولات تر تازه تامین نمایند. زندگی خود را اول درست برامونند، بعداً با مردم برآورده حاصل بساوار خود را به فروش کنند. باید گفت کشاورزان تابع جماعت دهاتی به نام میرزا تورسونزاده شهر حصار با کاربری عاقلانه و ثمراناک و طرز خوب استفاده هر قطعه زمین نه تنها در فراوانی خوانی همروزه، اینچنین در بودجه عائله و در تامین کردن بازار داخلی با محصولات تر و تازه موسمی و پسشوی نرخ آن حصه میگذارند.